سلام. حتما میدونید که بورک یک غذای پرطرفدار ترکیه‌ایه، اما تو ایران معمولا با خمیر آماده درست میشه. اما من میخوام این بار خمیر اصلی بورک رو بهتون یاد بدم که لذت پخت بورک رو براتون چند برابر میکنه. یادت نره که این پست رو با دیگران هم به اشتراک بذاریم. این خمیر بورک خمیر ساده است که فقط نیاز داره به آب و آرد و نمک. این سه تا مواد رو با هم ترکیب کنید، ورزش بدید، خمیرتون که جمع شد نیم ساعت بهش استراحت بدید. بعدش دستاتون رو خوب بشورید و خمیر رو به چونه‌های 90 گرمی تقسیم بکنید. چونه‌های خمیر رو داخل روغن بذارید 1 ساعت توی روغن غوطه ور باشه. برای مواد میانی از ترکیب دلخواه میتونید استفاده کنید. من از ترکیب مرغ و سبزیجات معطر و پنیر پیتزا استفاده کردم. مواد میانی رو کنار گذاشتم. بعد از 1 ساعت دوباره دستتون رو خوب بشورید و شونه ها رو بردارید و روی سطحی که چربش کردید مثل من با دست خیلی آروم خمیر رو باز بکنید. اگر یه جاهایی پاره شد هیچ ایرادی نداره. از مواد میانی بذارید، رول بکنید و توی ظرف بذارید و در نهایت رومال تخم مرغ بزنید و در فر داغ به مدت 25 تا 30 دقیقه بپزید.